به نام الله، مهرورز مهرگستر. بهترین ستایش ها از آن الله است، پروردگار جهانیان، بخشنده مهربان، مالک روز جزا. بار الها، تنها تو را می پرستیم و تنها از تو یاری می جوییم. پس ما را به راه راست هدایت فرما، راه آنان که به دیشان نعمت داده ای و نه راه کسانی که بر آنان خشم گرفته ای و نه راه گمراهان. آمین. بار الها بر محمد و آل محمد درود فرست، آنگونه که بر ابراهیم و آل ابراهیم درود فرستادی، و بر محمد و آل محمد برکت عنایت فرما، آنگونه که بر ابراهیم و آل ابراهیم برکت عنایت فرمودی. و با هزاران درود و سلام خدمت همه شما بینندگان عزیز، خوبان و مهربانان. الله رو شاکریم از این که این فرصت رو بار دیگر در اختیار ما گذاشت تا خدمتکار شما خوبان و عزیزان باشیم با یکی دیگر از برنامه‌های بانوان عصر پیامبر. درباره زندگی مادرمان عایشه سخن می‌گفتیم در برنامه‌های گذشته. مادرمان عایشه در خانه رسول الله صلی الله علیه و سلم هدفش، هم و غمش اینه که کاری بکنه تا همسرش، تا عزیزترین فرد زندگیش، تا عزیزترین فرزندان آدم، تا بزرگترین پیامبر تاریخ که امروز همسر عایشه است، تا پیامبرش، تا همسرش، تا محبوبش، تا معلمش، تا همسنگرش، تا همسفرش، تا همراهش، تا یک کلمه خلاصه بکنیم همسرش، رسول الله صلی الله علیه و سلم آرام باشه و فضایی رو سرشار از محبت، اعتماد و اخلاص ایجاد بکنه برای رسول الله صلی الله علیه و سلم. چرا این گونه نباشه که این دختری است که در دامن ابوبکر بزرگ شده، دختری است که ابوبکر اون رو تربیت کرده، ابوبکری که فداکاری‌هاش در راه دین و در راه رسول الله صلی الله علیه و سلم برای هیچ انسان منصفی پوشیده نیست. و به حدی ابوبکر محبت کرد به پیامبر اکرم علیه السلام که در آخر عمر مبارک فرمود هر کسی به من نیکی کرد، من نیکی اون رو جبران کردم و تلافی کردم مگر این نفر. اشاره فرمود به ابوبکر، نتونستم نیکی های این رو جبران بکنم و از الله تعالی میخوام که نیکی های اون رو اون گونه ای که شایسته است خودش به این بنده خودش جزا بده. و عایشه صدیقه همون بانوی بزرگواری است که الله تعالی در خواب به پیامبرش وحی نمود. در پارچه از ابریشم سبز فرشته تصویر عایشه را آورد، نه یک شب، چند شب متوالی، و به پیامبر امر شد که این عایشه دختر ابوبکر است و از او خواستگاری بکن. الله تعالی میدونست که چه کسی رو برای پیامبرش به عنوان همسر انتخاب بکنه. صفات خاصی که در وجود مادر بود، محبوبیت ایشون رو در چشم پیامبر اکرم علیه السلام بیش از دیگران کرده بود. دختر ابوبکر بود، یار غار پیامبر، و علاوه بر اون در کنار جمال چشم افروزش، در کنار اون کمالات داشت و کمال داشت و تنها همسری بود که دوشیزه بود. مادرمان عایشه انقدر توجه داشت به همسر بزرگوارش که حتی با کوچکترین تغییری در چهره مبارک پیامبر متوجه میشد و اهمیت میداد به این مسئله و میپرسید و یا رسول الله چرا این گونه شد؟ چرا اینقدر ناراحت شدید؟ چرا اینقدر پریشان شدید؟ در روایتی که بخاری و مسلم نقل میکنن، مادرمون میفرماید روزی بادی ابری رو به سمت مدینه منوره می آورد و مدینه منوره که کمتر در طول سال اتفاق میفته که باران در اون بباره، به ندرت اتفاق میفته در مدینه باران بیاد و تا به امروز هم این گونه است. در مدینه منوره ابری آمد، بادی ابری رو داشت به سمت مدینه حرکت میداد و دیدم که رسول صلی الله علیه و سلم پریشانن، نگرانن، صورت مبارکشون آشفته است، این طرف میرن اون طرف میرن. گفتم یا رسول الله، همه مردم وقتی که ابر میبینن، باد میاد و ابری رو با خودش میاره خوشحال میشن از این که باران میاد، از این که این ابر میاد و زمین خشک رو آباد میکنه. شما چرا ناراحتید؟ چرا پریشانید؟
پیامبر اکرم علیه السلام فرمودن عایشه چه برگ ضمانتی وجود داره، چه چیزی مطمئن میکنه ما رو و چه کسی میتونه مطمئن بکنه که این ابر و بادی که داره میاد عذاب نباشه. بسیاری از اقوام وقتی که عذاب به سراغ اونها می اومد به شکل بادی شروع می شد و با خود ابرهایی داشت، می گفتن هذا عارض ممطرنا، این ابری است، این پدیده است که اومده تا به ما باران بیاره و ما باران داشته باشیم از طریق اون. و مادرمان عایشه براش مهم بود، یعنی اهتمام میداد، توجه میکرد. این نشانه حسن توجه یک همسر به همسر خودش هست. وقتی همسری براش اهمیت داره، حزن همسرش، شادی همسرش، غم همسرش، در غم و شادیش با اون شریکه، اهمیت میده به اون، توجه میکنه به اون، گذر نمیکنه بی توجه از کنارش، براش مهمه. یکی از نمونه روایت هاست مادرمان وقتی که همسرش پیامبر اکرم علیه السلام در خانه مریض میشه سعی میکنه درمان بکنه، با تمام وجود خودش میاد تا این مشکل رو کمتر بکنه. از خود پیامبر اکرم علیه السلام چیزهایی یاد گرفته که پیامبرمون وقتی کسی در خانه مریض میشد، وقتی که بیمار میشد، می آمدن و بالا سر اون می نشستن و شروع میکردن به خواندن بعضی از آیات قرآن کریم، شروع میکردن به خواندن بعضی از اوراد، یعنی دعاهایی که رسول صلی الله علیه و سلم به امت تعلیم دادن و دم میکردن بر اون بیمار. و امروز مادر میفرماید در بیماری وفات رسول الله صلی الله علیه و سلم من میدیدم که رسول الله صلی الله علیه و سلم بیمارن، من آمدم، حالا اینجا مادر میخواد تا کمک بکنه به همسر خودش، تا همون جوری که پیامبر علیه السلام این کار رو برای دیگران میکرد این کار رو برای همسر خودش انجام بده. میاد باره سر رسول صلی الله علیه و سلم شروع میکنه به خواندن آیات کلام الله مجید و دم میکنه رسول الله صلی الله علیه و سلم رو. مادر میفرماید من دست مبارک پیامبر رو گرفتم و دم کردم و دست مبارکشون رو به وجود نازنینشون کشیدم، چرا که دست مبارکشون بسیار بسیار پربرکت‌تر از دست من بود. عایشه صدیقه برای همسرش اهمیت قائله، ارزش قائله. نمیتونه ببینه که همسرش بیماره، نمیتونه ببینه که همسرش درد میکشه و آرام بشینه و ساکت بنشینه و توجه نکنه و هیچ برایش مهم نباشه که رسول الله صلی الله علیه و سلم در زندگی چه میکنه و چه اتفاقاتی براش میفته. براش مهمه که همسرش مورد احترام باشه، همسرش آرام باشه. در روزی از روزها یک گروهی از یهودیان آمدن به محضر رسول الله صلی الله علیه و سلم و وقتی که آمدن از راه دور گفتن السلام علیک. کلمه سلام رو لامش رو برداشتن، السلام علیک گفتن. سام یعنی مرگ، السلام علیک یعنی مرگ بر تو. و یک پرانتز باز بکنیم، متاسفانه در جامعه امروزی ما هم مشاهده میشه بعضیا که میان سلام میکنن سلام علیکم و لامش رو حذف میکنن. سام یعنی مرگ و کسی که میگه سلام علیک یعنی مرگ بر تو. مادر میفرماید این یهودیان کینه‌توز وقتی که وارد خانه شدن، وارد این فضا شدن که رسول صلی الله علیه و سلم رو ببینن، گفتن السلام علیک. من برگشتم و گفتم علیکم السلام و لعنه، مرگ بر خودتون و لعنت بر شما باد. این تعبیر مادر نشان از اهمیت مادر نسبت به رسول صلی الله علیه و سلم داره. نمیتونه تحمل بکنه، نمیتونه ساکت بشینه وقتی که میبینه یک عده دشمن، یک عده یهودی پست و رذل اومدن و رسول صلی الله علیه و سلم رو نفرین میکنن. اونها سعی میکنن به نحوی بگن که تعبیر مشخص نشه، اما مادر میفهمد من متوجه شدم که اونا گفتن السلام علیک، نگفتن السلام علیک. من هم برگشتم گفتم و علیکم السلام و لعنه، مرگ بر خود شما و لعنت بر شما. پیامبر اکرم علیه السلام این برخورد مادرمان عایشه رو وقتی مشاهده کردن برگشتن و فرمودن عایشه الله تعالی نرم خویی رو دوست داره، قدر تعبیر تند استفاده نکن. من عرض کردم یا رسول الله آیا توجه نفرمودید که اونا چی گفتن به شما؟ پیامبر فرمود بله من متوجه شدم و شما همون که گفته بودی و علیکم کفایت میکرد برای شما که جواب اونها رو داده بودید. وقتی که اونها، من هم در جواب اونها گفتم و علیکم، هر چی گفته بودن به خود اونها برمیگرده. این روایت هم یکی از روایت‌هایی است که دلالت داره بر این که مادرمان عایشه
رضی الله عنها در خانه رسول صلی الله علیه و سلم همیشه تلاششون این بود که به هر نحوی از رسول الله صلی الله علیه و سلم دفاع بکنن. رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که در مسجد معتکف می شدند و اعتکاف می نشستند، روایتی داریم که مادرمان عایشه باز می فرماید که روایت بخاری و مسلم که رسول الله صلی الله علیه و سلم در اون زمانی که در مسجد النبی اعتکاف می نشستند و خب می دونیم که وقتی کسی در مسجد اعتکاف می نشینه حق نداره که از مسجد خارج بشه مگر برای به هر حال حاجت‌های اولیه خودش، برای قضای حاجت. و مادر می‌فرماید رسول الله صلی الله علیه و سلم در مسجد نشسته بودند و سر مبارکشون رو از دیوار مسجد، از در خانه‌ای که به سمت اتاق ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها منتهی می‌شد و یک مقداری فاصله داشت با خانه ام المؤمنین عایشه و فضایی بود که جزء خانه مادر محسوب می‌شد، اما حالت حیات مانندی بود، چند متری، 2 متر در 3 متر فاصله بین دیوار مسجد نبی تا در اتاق ام المؤمنین عایشه. رسول الله صلی الله علیه و سلم مادر میفرمایند که سر مبارکشون رو خارج میکردن و من از اون طرف سر مبارکشون رو میشستم و همونجا شانه میکردم. رسول الله صلی الله علیه و سلم هر کدوم از صحابه رو اگر امر میکردن که بیان و یا بسیاری از جانبرکفانی مثل انس بن مالک، غلام خوشنصیبی که 10 سال خادم رسول صلی الله علیه و سلم بود، زید بن حارثه پسرخوانده رسول صلی الله علیه و سلم، حالا بماند ابوبکر و عمر و عثمان و حیدر و دیگر صحابه جان برکفان، اینها کسانی بودند که در محیط خانه رسول صلی الله علیه و سلم اکثرا حضور داشتند. اینها اگر پیامبر می‌خواستند، این عزیزان، این بزرگواران به راحتی با افتخار این کار رو انجام میدادند، اما پیامبر اکرم علیه السلام دوست دارن که این کار رو عایشه انجام بده برای اونها و عایشه هم با کمال محبت، با عشق و افتخار این کار رو انجام میده. و جالب اینجاست که در این روایت باز مادر میفرماید من در بیماری هم بودم، یعنی در ایام عادت ماهیانه قرار داشتم و خب یک رسم غلطی هم در جامعه عرب جاهلی قبل از اسلام بود که کسی رو که خانمی که در ایام بیماری ماهیانه قرار داشت چنان با اون برخورد میکردن که انگار این جذام گرفته یا سرطان گرفته، یک گوشه مینداختنش، حتی یک از گوشه از خانه رو برش اختصاص میدادن، غذا رو میآوردن جلوش میگذاشتن، از ظرفی که اون غذا خورده بود غذا نمیخوردن. و این حرکت و برخورد رسول صلی الله علیه و سلم به نحوی شکستن اون تصور باطل از یک طرف و جور دیگه. خب پیامبر اکرم علیه السلام در روزهایی که معتکفن در مسجد النبی نمیرن به خانه و در مسجد نشستن و حداقل 10 روز طول میکشه این زمان و دوست دارن که به هر حال به نحوی محبتی کرده باشن با عایشه و میدونن که عایشه دلش تنگ میشه برای رسول صلی الله علیه و سلم در این 10 روز و به کوچکترین بهانه‌ای پیدا میکنن برای شستن سر مبارکشون، مرتب کردن موهای مبارکشون، میان از عایشه میخوان که این کار رو براشون انجام بده در گوشه‌ای از مسجد، در حالی که سر مبارکشون در داخل فضای خانه مادر رضی الله عنها است. و باز مادر میفرماید من در مراسم، در سفرهایی که رسول صلی الله علیه و سلم داشتن، حتی در مراسم حج و قبل از اینکه احرام میپوشیدن رسول صلی الله علیه و سلم و بعد از اون رسول الله صلی الله علیه و سلم رو عطر میزدن، با دستان مبارکشون موهای رسول صلی الله علیه و سلم رو شانه میکردن، توجه خاصی به ظاهر رسول صلی الله علیه و سلم داشتن، به نظافت لباسهای رسول الله صلی الله علیه و سلم، به نظافت خودشون در مقابل رسول الله صلی الله علیه و سلم. و اینها همه دلالت داره و نشانه بر این که مادرمان چقدر اهتمام و توجه داشتن در محیط داخل خانه که این محیط رو به نحوی فراهم بکنن که رسول الله صلی الله علیه و سلم در این 4 دیواری وقتی که وارد میشن، وقتی که در بیرون از خانه مشکلات هست، سختی ها هست، جنگ ها هست، کینه ها هست و به هر حال فضای مدینه منوره در ابتدای ورود رسول صلی الله علیه و سلم و در اون سالهای اولیه تا حداقل قبل از جنگ احزاب در سال حدوداً 5 در قبل از این جنگ ها و در قبل از اون در سال 7 در قبل از جنگ احزاب ما مشکلات و سختی ها و دشمنی های زیادی داشتیم. در این بحره و در این فاصله زمانی مادرمان عایشه هم و غم و تلاشش این بود که رسول الله صلی الله علیه و سلم رو چگونه آرامش بده و چگونه سعی بکنه از رسول صلی الله علیه و سلم به نحوی استقبال بکنه و به نحوی باشون برخورد بکنه که اون غم ها و غصه ها رو فراموش بکنن وقتی که وارد فضای خانه مادر رضی الله عنها میشن. در کنار این که خب در
روزه گرفتن در روزهای نافله که مادرمون عایشه رضی الله عنها هرگز سعی می‌کردن که در زمانی که رسول صلی الله علیه و سلم روزه نیستن هرگز روزه نافله نگیرن مگر با اجازه رسول الله صلی الله علیه و سلم، و حتی روزهای غذایی خودشون رو هم سعی می‌کردن به تأخیر بندازن در ماه مبارک شعبان، به این امید که و به این قصد که شاید رسول الله صلی الله علیه و سلم خواسته‌ای داشته باشن، نیازی داشته باشن و توجهی داشته باشن به ایشون و این روزه گرفتن سبب بشه که اون توجه و اون نیاز برآورده نشه، که این هم خب باز دلیلی است بر فطانت و تیزهوشی و اهمیت بالای مادرمان عایشه رضی الله عنها نسبت به رسول الله صلی الله علیه و سلم و خواسته های ایشون. علاوه بر این توجهات، حس محبت مادر نسبت به همسرشون، نسبت به رسول الله صلی الله علیه و سلم بسیار زیاد بود، در شرایطی که خب در همون ابتدای ازدواج یک نفر دیگه هم، یک همسر دیگه هم در خانه رسول صلی الله علیه و سلم بود، ام المؤمنین سعوده، هرچند که ایشون از پیامبر هم بزرگتر بود، حتی 5 سال، و در هنگام ازدواج پیامبر با عایشه صدیقه ام المؤمنین سعوده حدود 60 سال سن مبارکش بود، و بعد از اون هم باز ازدواج رسول صلی الله علیه و سلم با ام المؤمنین حفصه، و بعد از اون باز با زینب، بعد از اون با صفیه، بعد از اون با جویریه، بعد از اون با ام سلمه و همینطور ادامه پیدا می‌کرد. خب همسران دیگری هم بودن که به تعبیر امروزی هبو گفته میشه به اونها، و رسول الله صلی الله علیه و سلم چند همسر دارن، با اینکه میدونه عایشه که پیامبر ایشون رو بیشتر از بقیه دوست دارن، اما به هر حال کسانی که چند همسر دیگر هم کنار اونها هست، نسبت به همسر خودشون، نسبت به مرد خودشون غیرتشون گهگداری به جوش میاد، و این غیرت رو میتونیم، این غیرت که خودش نشانه اهمیت و نشانه محبت یک همسر نسبت به مردش هست، این رو ما میتونیم در روایت‌های مختلفی که از مادرمون عایشه رضی الله عنها نقل شده میتونیم به وضوح مشاهده بکنیم. من جمله یکی از روایت‌ها رو که خود مادر نقل میکنه و روایت بسیار جالبی است، میفرماید که در یک از سفرها من و حفصه رضی الله عنها، خب دختر فاروق اعظم رضی الله عنه است که بعد از عایشه به عقد رسول صلی الله علیه و سلم در آمد، بعد از اینکه همسرش در احد به شهادت رسید. حضرت عایشه میفرماید من و حفصه ما در سفری که رسول صلی الله علیه و سلم داشتن در یک از سفرها و ما قرعه به نام ما 2 نفر افتاده بود، در حال برگشت بودیم. من در کجاوه خودم در روی شتر خودم سوار بودم و پیامبر اکرم علیه السلام می آمدن و به من سر می زدن، می آمدن از احوال من می پرسیدن، خبر می گرفتن در مسیر برگشت. حفصه رضی الله عنها می دید این صحنه را و می دونست که خب پیامبر اکرم علیه السلام محبت بیشتری نسبت به ام المؤمنین عایشه دارن. نقشه پیش خودش ریخت و سعی کرد که جای ام المؤمنین حفصه رو پر بکنه در این سفر. ام المؤمنین عایشه، حفصه رضی الله عنها میخواد جای مادرمون عایشه رو پر بکنه در کجاوهش، به این امید که این دفعه که رسول صلی الله علیه و سلم تشریف میارن کنار کجاوه عایشه، به جای محبت و سلام کردن با عایشه این دفعه حفصه اونجا باشه و این فرصت رو غنیمت بشماره به نفع خودش. و آمد پیش مادرمون عایشه و فرمود که عایشه نظرت چیه که ما کجاوامون عوض بکنیم و تو هم امتحان بکنی شطور من و من امتحان بکنم شطور تو رو، تو هم ببینیم چطوره، به هر حال یک تجربه میشه، تنوعی هم میشه. مادر پذیرفت و مادر هم نمیدونه که حالا حفصه رضی الله عنها چه نقشه‌ای ریخته و پذیرفتن. مادر میفرماید من وقتی که این رو کجاوه رو عوض کردیم، بعد رسول الله صلی الله علیه و سلم اومدن کنار، فکر میکردن که خب عایشه صدیقه هنوز همونجاست، می‌خواستن دوباره ببینن عایشه صدیقه رو، ابراز محبت بکنن باهاش و دلشون تنگ میشد برای عایشه بیشتر از دیگران به یقین. و وقتی که رفتن پیش کجاوه عایشه رضی الله عنها، حفصه اونجاست، سلام کردن و حفصه رو اونجا دیدن و خب حجب و حیا و لطافت و محبت پیامبر اکرم علیه السلام به حدی است که هرگز نمیگن که تو چرا اونجا رفتی، چرا عایشه کجا رفت. متوجه شدن کل جریان رو. به هر حال رسول الله صلی الله علیه و سلم زیرکتر از این بودن که متوجه این تغییر و تحولات نشده باشن و همونطور ادامه پیدا کرد این مسیر. مادرمان عایشه میفرماید رسول الله صلی الله علیه و سلم رفتن سراغ شتر من در حالی که حفصه اونجا بود و همین گفتگو ادامه داشت و من یک گوشه مونده بودم، فقط از دور نظاره‌گر این ماجرا بودم. و بعد از این که اتراق کردیم یک گوشه کاروان ایستاد، من رفتم یک گوشه پای خودم رو
در یک منطقه‌ای که اذخر داشت. اذخر یک بوته‌ای هست که در بعضی از اطراف مکه، در دشت‌های اطراف مکه و در سرزمین حجاز کاملا بیشتر رشد میکنه و به گربه دشتی هم مشهور این گیاه در فارسی و به اسم کوم هم بهش اطلاق میشه و به هر حال یک گیاه دشته و یک گیاه وحشی است که در صحرا روی میده و رشد میکنه و مادر میفهمد من رفتم اینجا پای خودم رو داخل کردم در این گیاهان و گفتم خدا یک عقربی، ماری، چیزی بیاد این پای منو نیش بزنه از شدت ناراحتی که داشتم که چرا من این کارو کردم، اصلا چرا من به این راحتی من شتر خودم رو ترک کردم، جای خودم رو دادم به حفصه که پیامبر بیاد اینجا ابراز محبت بکنه، به اون در حالی که به نیت من اومده بود به اون ابراز محبت بکنه. و من دعا میکردم و چیزی هم نمیتونستم به پیامبر بگم، چی میتونستم بگم بهشون، خودم این کارو کرده بودم، اعتراضی هم نبود که یا رسول الله چرا پیش حفصه رفتید سلام علیک کردید، به نیت من اومده بودید، خودم این کارو کرده بودم و از شدت خشم و ناراحتی پای خودم رو گذاشته بودم اونجا دعا میکردم عقربی، ماری، چیزی بیاد منو نیش بزنه تا اینجوری از این شدت خشم من کاسته بشه. حال این خودش این روایت هم دلیل دیگری است بر اینکه مادرمان چقدر محبت داشت نسبت به رسول الله صلی الله علیه و سلم که حتی دوست نداشت یک لحظه ای هم اون محبتی رو که پیامبر اکرم علیه السلام نسبت به ایشون داشتن اون رو از دست بده. و چرا نباید هم این غیرت باشه؟ و در روایت دیگری مادرمون فرمود نسبت به رسول صلی الله علیه و سلم چرا من چون منی به کسی مثل شما غیرت نشون نده و به هر حال همسری مثل رسول صلی الله علیه و سلم وقتی که همسر یک زن پیامبر بزرگوار اسلامه، این زن مگه میتونه نسبت به این همسر خودش، مگه میشه نسبت به این همسر خودش غیرت نشون نده، نتونه نسبت به این همسر خودش ابراز محبت نکنه، احساس اینو نداشته باشه که تمام اون محبت ها، تمام اون توجهات رو فقط برای خودش داشته باشه؟ طبیعیه و هر انسانی، هر خانمی هر چقدر هم کمالات داشته باشه در برخورد و غیرت با همسرش گهگداری شاید حتی حرکت‌های از اون سر بزنه که در حالت عادی از معقول هم نباشه و این طبیعت و فطرت غیرت و محبت بیش از حد نسبت به همسر هست. اگر مایل باشید میان برنامه رو با شما می‌بینیم، بعد از اون برمیگردیم ان شاءالله باز چند نمونه دیگه هم از این داستان‌ها درباره غیرت مادر زیباست اگر بشنویم تا بیشتر ثابت بشه محبت مادر نسبت به رسول صلی الله علیه و سلم. ای عایشه ای پاسبان عفت و حجب و حیا، ای عایشه ای پاسبان عفت و حجب و حیا، ای منتخب از آسمان بهر رسول مصطفی، ای منتخب از آسمان بهر رسول مصطفی، ای عایشه ای پاسبان عفت و حجب و حیا، ای عایشه ای پاسبان عفت و حجب و حیا، ای منتخب از آسمان بهر رسول مصطفی، ای منتخب از آسمان بهر رسول مصطفی. صدها سلام از ما تو را ای مادر مهر و وفا، صدها سلام از ما تو را ای مادر مهر و وفا، صدها سلام از ما تو را ای مادر مهر و وفا، ای مادر مهر و وفا، ای یار و غمخوار محمد، ای گلستان صفا، ای منتخب از آسمان بهر رسول مصطفی، ای منتخب از آسمان بهر رسول مصطفی، ای عایشه ای پاسبان عفت و حجب و حیا، ای عایشه ای پاسبان عفت و حجب و حیا، ای منتخب از آسمان بهر رسول مصطفی، ای منتخب از آسمان بهر رسول مصطفی. صد و سلام از ما تو را ای مادر مهر و وفا، صد و سلام از ما تو را ای مادر مهر و وفا، ای مادر مهر و وفا، ای یار و غمخوار محمد،
محمد ای گلستان صفا، ای منتخب از آسمان بهر رسول مصطفی، ای منتخب از آسمان بهر رسول مصطفی. ای عایشه ای پاسبان عفت و حجب و حیا، ای عایشه ای پاسبان عفت و حجب و حیا، ای منتخب از آسمان بهر رسول مصطفی، ای منتخب از آسمان بهر رسول مصطفی، ای منتخب از آسمان بهر رسول مصطفی. با سلام مجدد خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند، درباره غیرت و محبت فراوان مادرمان عایشه رضی الله عنها درباره رسول صلی الله علیه و سلم و نسبت به ایشون صحبت می‌کردیم و چند نمونه رو ذکر کردیم. یکی از نمونه‌هایی که میشه ذکر کرد و از مجموعه نمونه‌های فراوانی که واقعا جای تأمل داره و جالب هم هست این واکنش مادر، داستانی است که انس رضی الله عنه، انس ابن مالک غلام خوشنصیب رسول صلی الله علیه و سلم که خب خدمت پیامبر اکرم علیه السلام رو به مدت 10 سال در مدینه منوره به عهده داشتن و رفت آمد بیشتری داشتن در خاندان نبوت. انس می‌فرماید که انس ابن مالک خب سن زیادی هم نداشت که در خانه رسول صلی الله علیه و سلم مشغول خدمت بود و یکی از داستان‌هایی که ایشون ذکر می‌کنه می‌فرماید که روزی یکی از همسران رسول صلی الله علیه و سلم غذایی رو تدارک دیده بود و آورد در خانه رسول صلی الله علیه و سلم. اینجا وقتی که چند تا خانه کنار هم ذکر میشه یعنی خانه یکی از همسران دیگر. انس بن مالک به خاطر احترام به ام المؤمنین عایشه و به خاطر به هر حال محبتی که نسبت بهشون داشتن ذکر نمی‌کنن که در بحث خدای نکرده بار منفی نداشته باشه این روایت، اما خب در روایت‌های دیگه ذکر میشه که این خانه مادرمان عایشه رضی الله عنها بوده و یکی از همسران غذایی رو تدارک می‌بینه میاره در روزی که نوبت مادرمان عایشه است و در خانه مادرمان عایشه به محضر رسول صلی الله علیه و سلم میاره و اونجا غذا رو میگذاره و میگه یا رسول الله بفرمایید غذا آوردم برای شما. در این جمع ام المؤمنین عایشه نشستن، رسول الله صلی الله علیه و سلم هستن و انس هم خب در همون نزدیکی‌ها شاهد ماجراست و کنیز دیگری هم که از در این مجموعه حاضر بودن، به هر حال کسانی که در خود خانه رسول صلی الله علیه و سلم زندگی میکنن در مجموعه خانه ها. و مادرمان عایشه رضی الله عنها وقتی که این صحنه رو دیدند که در روزی که نوبت اونهاست در خونه خود اونها همسر دیگری اومده، حالا به تعبیر خودمونی‌تر و راحت‌تر صحبت می‌کنیم، داره خود شیرینی میکنه و میخواد خودش رو شیرین بکنه پیش پیامبر اکرم علیه السلام، این صحنه براشون شاید زیاد جالب نبود و نتونستن تحمل بکنن و وقتی که اون ظرف گذاشته شد اونجا، مادرمون بلند شدن و زدن این ظرف رو با پای مبارک به دیوار و ظرف شکست و غذا ریخت و خب این خودش به خاطر اون غیرتی بود که مادر نسبت به رسول صلی الله علیه و سلم داشت و نمیتونست تحمل بکنه این صحنه رو و بعد از اینکه اون ظرف شکست رسول الله صلی الله علیه و سلم خب نظاره‌گر این صحنه. علاوه بر اینکه در خود برداشت و موضع‌گیری پیامبر اکرم علیه السلام برای ما درس هاست نسبت به این موضوع. پیامبر اکرم علیه السلام میدونن که این برخورد دلیلش چیه و سببش چیه و چرا عایشه همچین کاری کرد و میدونن که این دلیلی جز محبت بیش از حد عایشه رضی الله عنها نسبت به رسول صلی الله علیه و سلم چیز دیگری نیست. به همین علت از یک طرف دیگه هم خب کسانی که اون جمع بودن و دیدن این صحنه رو، من جمله انس که خودش راوی این حدیث است، رسول الله صلی الله علیه و سلم نمیخوان که در ذهن اونها نسبت به ام المؤمنین چیزی خدای نکرده دید منفی، برداشت منفی از این صحنه داشته باشن. اشاره بسیار لطیفی دارند، با یک جمله حکیمانه کل جریان رو سر هم میارن، هم اشاره میکنن به این که هدف از این حرکت چی بوده که به ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها تا حدودی دلداری بدن که من میدونم تو چرا این کار کردی. از طرف دیگری انس و کسان دیگری که در جمع بودن اونها رو یه گوشزدی بکنن که دلیل این حرکت این بوده، برداشت نادرستی نکنید. از طرف دیگری خب در همچین موضعی الان وقت ملامت کردن هم نیست و دیگه الان رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن که غارت امکم، مادر شما غیرتی شد و
سر غیرت اومد. اشاره لطیفی کردن به اینکه مادر شما، اولا اینکه ایشون شاید از لحاظ سنی حتی به حد مادرای شما هم سن نداشته باشه، اما مادر مؤمنان لقب گرفته. همسر من مادر مؤمنانه و فراموش نکنید مادر شماست و برداشت بدی از این حرکت نداشته باشید. و علاوه بر این که این برداشت به خاطر اینه که خب غیرتی شده و حق داره در خانه خودش، نوبت خودش کسی دیگری اومده غذا آورده. و بعد از گذشت این که مقداری فضا آرام شد، رسول الله صلی الله علیه و سلم ظرف دیگری آوردن و دادن به ام المؤمنین عایشه. البته اون غذا رو اول جمع کردن و این ظرف رو دادن به ام المؤمنین عایشه و فرمودن که این غذا رو، این ظرف باید به صاحب اصلیش برگرده و اون کنیزی که این غذا رو آورده بود اون ظرف رو برگردون به یکی دیگر از مادران مؤمنین. علاوه بر این صحنه ما نمونه های دیگری هم داریم که دلالت میکنه بر غیرت مادرمان و محبت بیش از حدشون نسبت به رسول صلی الله علیه و سلم. شبی مادر میفرماید که من احساس کردم که پیامبر اکرم علیه السلام در کنار من نیستن در خانه ایشون و گفتم شاید، پیش خودم وسوسه شدم شاید رفته باشن پیش دیگر همسران و این مقداری که جستجو کردم بعد دیدم که رسول الله صلی الله علیه و سلم در رکوع یا سجده هستن و این دعا رو میخونن سبحانك و بحمدک لا اله الا انت. و وقتی من دیدم رسول الله صلی الله علیه و سلم مشغول عبادتن، گفتم یا رسول الله من در چه فکری هم، شما در چه دنیایی غرقید. و نمونه دیگری باز مادر ذکر میکنن. همین روایت ها رو در بخاری و مسلم ذکر کردن و از لحاظ سندی کاملا صحیح هست. و باز نمونه دیگری رو که ذکر میکنه ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها در همین مورد، نمونه است که میفرمایند شبی که رسول صلی الله علیه و سلم در خانه من بودن و نوبت من بود، رسول الله صلی الله علیه و سلم در ابتدای شب آمدن و کفشای مبارکشون رو یک کنار بستر نزدیک گذاشتن و علاوه بر اون اومدن و اون بالاپوشی که داشتن آماده کردن، یک گوشه‌ای گذاشتن و آرام آمدن. من مشغول بودم به استراحت، یعنی آماده شده بودم برای استراحت کردن. پیامبر اکرم علیه السلام آمدن و پیش من و مشغول شدن به استراحت کردن و مقداری گذشت تا گمان کردن کاملا که به تعبیر حالا احساس پیامبر علیه السلام این بود که عایشه صدیقه خوابیدند. مادر میفرماید من میدیدم که پیامبر اکرم علیه السلام آرام آرام دارن، بعد از اینکه احساس میکنم من خوابیدم دارن حرکت میکنن، بلند شدن، آرام بلند شدن، بالا پوشیشون رو به آرامی پوشیدن، کفشاشون رو به آرامی پوشیدن، به آرامی در رو باز کردن، به آرامی در رو بستن و رفتن. من هم پشت سرشون سریع حجابم کامل کردم و سریع دیگه حرکت کردم، پشت سرشون راه افتادم دیگه. مادر میفرماید من گفتم حالا حتما این حکایتی هست، ببینم که رسول الله صلی الله علیه و سلم حرکت کرده پیش کی میخواد بره و در این شب منو اینجا تنها گذاشت و رفت. و شاید احساس میکردن مادر که رسول الله صلی الله علیه و سلم پیش یکی از همسران دیگر میرن و نمیتونستن تحمل بکنن و میفرمان من خارج شدم، رسول الله صلی الله علیه و سلم حرکت کردن به سمت بقیع رفتن. فاصله بقیع تا خانه مادرمان عایشه رضی الله عنها چیزی معادل حدوداً 100 متر یا شاید هم کمتر هست. و مادر میفرماند رسول الله صلی الله علیه و سلم رفتن به سمت بقیع، من هم پشت سرشون داشتم میرفتم و وقتی وارد بقیع شدن دست مبارکشون رو 3 بار بلند کردن و دعا کردن، دعای طولانی کردن، ایستادن. بعد وقتی برمیگشتن من هم برگشتم و توی مسیر وقتی که می اومدن تندتر راه رفتن، منم شروع کردم تندتر راه رفتن. آخرش دیگه در حالت شاید نیمه دوان بودن و من همینجور بدو سری خودم رو رسوندم به خونه و زودتر ازشون وارد خونه شدم و مقدار لباسایی رو که بیرون از خونه پوشیده بودم در آوردم و به اون حالت عادی اولیه خودم سعی کردم برگردم و رسول الله صلی الله علیه و سلم رسیدن. خب حالا مادر این مقدار از فضا رو دویدن، اومدن، حالا استراحت میکنن، نفس زنان و هر چقدر بخوان خودشون رو آروم نشون بدن خب مشخص میشه از جریان که اونقدر آروم نیست فضا. رسول الله صلی الله علیه و سلم وارد خانه شدن و آمدن و خواستن به استراحت بپردازن در کنار همسر عزیز و بزرگوارشون و محبوبه خودشون. بعد نفسهای مادر پشت سر هم نفس زنان و به هر حال این جریانی که دیدن متوجه شدن، گفتن عایشه چیه که مضطربی، این نفس زدن ها معناش چیه، خبرم میکنی یا اینکه الله تعالی خودش منو خبر کنه؟ مادر عایشه میفرماید که من فرمودم و گفتم که یا رسول الله حقیقتش اینطوری بود. کل جریان رو گفتم که چیزی در دل من اومده بود، احساس میکردم جای دیگه میرید، من بلند شدم پشت سر شما اومدم. بعد رسول الله صلی الله علیه و سلم مادر میفرماید با
دستشون یک ضربه‌ای به سینه من زدن که آیا فکر می‌کنی با این ضربه زدن که ضربه‌ای که حتی یک مقداری هم احساس درد کردم و با این ضربه رو زدن، گفتن آیا تو فکر می‌کنی که الله و رسولش به تو ظلم می‌کنن؟ خب چون عدم رعایت عدالت در همسرداری، کسانی که چند تا همسر دارن، تقسیم نکردن اوقات و اینکه مثلا انسان بیاد که پیش همسر خودش شب بت کنه بره و نیاد و این نوبت دیگه رو در این شب دخالت بده، این یک نوعی ظلم حساب میشه از طرف همسر و خب ظلم از طرف پیامبر و منزله رضایت ظلم از طرف الله تعالی است، چون پیامبران معصومن و هرگز به ظلم به کسی راضی نمیشن و خدایی نکرده اگر راضی شده باشن به این گمان میره که الله تعالی هم راضی شده باشه. به این علت پیامبر اکرم علیه السلام فرمودن آیا تو فکر میکنی که الله و رسولش به تو ظلم میکنن؟ و بعد از اون فرمودن رسول الله صلی الله علیه و سلم که جبرئیل آمد و دم در خانه تو در با حالتی بودی که حجابت کامل نبود. خب مادر داخل فضای حریم خصوصی خودشون با رسول صلی الله علیه و سلم بودن و به همین علت جبرئیل وارد نشد. یک نکته بسیار مهمی در این مسئله هست و منو صدا کرد، من به نحوی صدا کرد که تو نشنوی و من جواب دادم و من دستور داد که برو به بقیع. الله تعالی گفته که دستور داده که شما برید به بقیع و اونجا دعا بکنید برای اهل بقیع. به همین خاطر من نمیخواستم که تو رو بیدار بکنم و تو احساس تنهایی بکنی وقتی که من خارج میشم و احساس تنهایی نکنی و نترسی. دلیلش این بود. اما نکته که قابل توجه هست که پیامبر فرمود جبرئیل دید که میدونست که شما حجابت کامل است، وارد خانه نشد. بزرگترین فرشته الله تعالی جبرئیل امین علیه السلام دوست نداره که نسبت به ناموس پیامبر اکرم علیه السلام، نسبت به همسرش حرکتی انجام بده، کاری بکنه که باعث ناراحتی پیامبر بشه. شاید هم اصلا پیامبر ناراحت نمیشد از اینکه جبرئیل وارد میشد. فرشته بزرگ خداست، انسانی نیست، یک فرشته معصومه. اما بزرگترین فرشته خدا به خودش اجازه نمیده که نسبت به عایشه صدیقه بی احترامی کرده باشه، حریم خصوصی رو نادیده گرفته باشه، نسبت به ناموس رسول صلی الله علیه و سلم حرکتی انجام بده که سبب بی احترامی بشه، سبب بی حرمتی شده باشه. از این حرکت نوعی اهانت به عایشه برداشت بشه و نه اهانت به همسر پیامبر اکرم علیه السلام. بزرگترین فرشته الله تعالی این اجازه رو به خودش نداد. اما امروز عده‌ای که اصلا نمیشه اسم اونها رو مسلمان گذاشت، به یقین مسلمان نیستن، کسانی که درباره همسر رسول صلی الله علیه و سلم زبان درازی میکنند، چرا که زبان درازی نسبت به ام المؤمنین عایشه انکار آیاتی است که درباره براءتشون نازل شده و به یقین مسلمان نیست. تمام مسلمانان اهل سنت اتفاق نظر دارند که هر کسی که به ام المؤمنین عایشه کوچکترین بی احترامی و توهینی بکنه و علی الخصوص در باب عفت ایشون صحبتی داشته باشه، از دایره اسلام خارج است و اون مسلمان نخواهد بود. مادر من عایشه رضی الله عنها در انتهای این بحث از رسول الله صلی الله علیه و سلم دعای قبرستان رو تعلیم گرفتن و باز نمونه دیگری باز در همین جریان غیرت ام المؤمنین عایشه روایت شده از خود مادر رضی الله عنها که رسول الله صلی الله علیه و سلم شبی برای بقیع رفته بودند و رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که رفته بودند به بقیع و جنازه‌ای رو بعد از اون در صبحش دفن کردن و برمیگشتن به خانه رسول صلی الله علیه و سلم، خانه خودشون، خانه عایشه صدیقه. مادر میفرماد من سرم شدیداً درد میکرد و من سر خودم رو گرفته بودم و میگفتم که وارعصا، من سر من درد میکنه، یا وارعصی، و سر من درد میکنه. و رسول الله صلی الله علیه و سلم آمدن و خواستن که دلداری بدن همسرشون رو، محبتی کرده باشن نسبت به اون. فرمودن بل انا وارعصا، سر من هم درد میکنه. نه که تظاهر کرده باشن، حقیقتا هم سر مبارک پیامبر علیه السلام درد میکرد. و بعد خطاب به عایشه صدیقه فرمودن عایشه تو که ضرر نمیکنی، اگر این سردرد سبب فوت تو هم بشه، خب وقتی که فوت کردی من غسلت میدم، من کفنت میکنم، من نماز جنازه میخونم برات، من تو قبر میگذارمت، ضرر نمیکنی. که به هر حال میخواستن یک جوری شوخی کرده باشن که ام المؤمنین عایشه رو آرام کرده باشن. اما ام المؤمنین عایشه حتی در همین تعبیر هم ذهنش هنوز جای دیگه است و نمیخواد که در محبت با پیامبر اکرم علیه السلام کسی شریکش باشه. فرمود یا رسول الله بعد از همین کارها، بعد همین که از قبرستون برگشتید، میرید پیش همسران دیگه‌تون، حالا نوبت این میرسه، نوبت این میرسه، شب پیش اینید، اون شب پیش اونید. و هنوز هم به فکر این بود که رسول الله صلی الله علیه و سلم رو دوست نداشت که کسی
از عایشه صدیقه جدا بکنه و حتی راضی نمیشد که برای چند لحظه پیامبر اکرم علیه السلام از ایشون دور باشه و پیش کسی دیگه باشه، حتی همسران دیگر. و در آخر پیامبر اکرم علیه السلام به عایشه صدیقه بعد از اینکه این صحبت رو شنیدن لبخند زدن و چیز دیگری نگفتن و مادر میفرماید همون بود که این بیماری، ابتدای بیماری رسول صلی الله علیه و سلم بود که در این بیماری از دنیا رفتن. نمونه هایی رو که در این باب ذکر شده اگر بخوایم همه رو ذکر بکنیم خودش چندین قسمت میطلبه که ما فقط درباره محبت عایشه صدیقه و اهتمام و توجه ویژه ایشون نسبت به رسول الله صلی الله علیه و سلم صحبت بکنیم. به همین حد اکتفا میکنیم و رسول الله صلی الله علیه و سلم چه احساس و چه محبتی نسبت به مادرمان داشتن، این موضوع رو میذاریم برای برنامه بعد ان شاء الله. و نمونه هایی که از طرف پیامبر اکرم علیه السلام نسبت به ام المؤمنین عایشه ذکر شده برای ما، گرچه در روایت هم که ذکر شد بخشی از طرف خود رسول صلی الله علیه و سلم هم محبت کاملا هویدا و آشکار بود و آنچه ذکر شد گوشه ای از روایت هاست. به همین حد اکتفا میکنیم و همه شما عزیزان رو به الله متعال میسپاریم تا برنامه بعد، با امیدون که همه ما دوستداران حقیقی برای اهل بیت رسول صلی الله علیه و سلم باشیم و رهروانی حقیقی باشیم برای راه اون بزرگواران. الله حافظ و نگهدار همه شما.